خب سلام دوستان، خوش اومدید به کانال من. خب اومدیم با چالش ماینکرافت، ولی حق اینه که از حروف انگلیسی استفاده کنیم و ندارم. فکر نکنم چیز زیاد کم باشه که ما بخوایم در مورد حرف بزنیم. هدفمونم پیدا کردن یه دونه چی میشد فارسی؟ الماسه. نه الماس نه. هدفمون فعلا هیچی نیست، ولی ببینیم چی میشه. چوب را میکنیم. اصلا شعری ادبیاتی حرف میزنیم. چوب ها را میکنیم. با این چوب ها باید یک دانه جعبه ابزار درست بنماییم. سری کنده تا صبحم کنده نمیشم. هدفمان هم این است که یک دانه طلا پیدا بنماییم. خب تا آنجا دیگر نمیتواند کنده بشود، ولی این یکی چوب‌ها را بکنیم. فعلا دانه جعبه ابزار با آن درست مینماییم. یه دانه جعبه ابزار همه اینها را از چوب خام به چوب تراشیده تبدیل مینماییم. ببخشید یه دقیقه فیلممان کم چیز شد. یا خدا، همه را تبدیل به چوب‌هایمان تمام شد. انقدر چیز تبدیل کردیم اصلا نمیتوانیم کلنگ، شمشیر و تبر. خب بکن این چوب‌ها را. فکر کنم این ویدیومون طول بکشه، فیلممان طول بکشد دیگه. به بزرگی